چرا هم ازش متنفرم هم دوستش دارم؟ دوستان عزیز، یکی از سوالات جالب و پرتکرار شما این بود که چرا هم دوستش دارم هم ازش متنفرم، هم دلم میخوادش هم گاهی کنارش خسته میشم. دوستان، زمانی این اتفاق میفته که بین منطق و احساس شما یک تضادی وجود داشته باشه. یعنی چی؟ بریم ساده ببینیم درونمون چه خبره. دوستان عزیز، هیچ رابطه‌ای به صورت 100% منطقی شکل نمیگیره. هیچ رابطه‌ای. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که برای شکل دادن یک رابطه 100% از منطقش استفاده کرده. ممکنه منطق هم باشه ها، اما اگر احساس خوبی به یک آدم نداشته باشیم، حتی اگر اون آدم یک آدم کامل باشه، اصلا فرشته خدا باشه، ما وارد رابطه با اون نخواهیم شد. یعنی یه رابطه حتما احساس داخلش هست. وقتی میگیم احساس یعنی چیزی که هیچ دلیل منطقی برای اون نداریم. برای همینه که خیلی وقتا از یه عاشق میپرسیم که از چیه طرفت خوشت اومده، میگه خیلی خوبه. خب خوب یعنی چی؟ نمیتونه توضیح بده. بعدم نیست، به هر حال احساس خوب برای یک زندگی بسیار لازم و ضروریه. اما اگر این حسه به منطقه بچربه کارو خراب میکنه. خب چرا این توضیح رو دادم؟ ببینید دوستان، وقتی شما وارد یک رابطه میشید، قطعا اون شخص رو دوست داشتید که وارد رابطه شدید. کسی شما رو زور نکرده. اگر بعد از مدتی در کنار این شخص دو دل میشید، یعنی هم دوستش دارید هم دوستش ندارید، این میتونه دو دلیل داشته باشه. من خیلی ساده میگم، شما هم لطفا خوب دقت بفرمایید. اولین دلیل و اولین نشونه این اتفاق اینه که شما در ابتدا نشناختید طرفتون رو و کاملا احساسی وارد رابطه شدید، یا به اصطلاح خودمون تله‌ای درگیر شد و عاشق شدید و حالا بعد از فروکش کردن احساسات منطق شما بالا اومده و تازه دارید ابعاد منفی این آدم رو میبینید و متوجه میشید. وقتی این اتفاق میفته شک نکنید که به زودی قدرت منطق به احساسات اولیه میچربه و شما به صورت کامل از این شخص بدتون خواهد اومد. میدونید چرا؟ چون منطق هرگز دروغ نمیگه. عشق و علاقه جاشو به دلزدگی و نفرت میده. اما اتفاق دوم اینه که شما در ابتدا به نظر خودتون منطقی این آدم رو انتخاب کردید، اما بعد از مدتی میبینید که طرفتون داره تغییر شکل میده و فیلش یاد هندستون کرده. اینجا دیگه مقصر شما نیستید. شما در ابتدا درست انتخاب کرده بودید، اما این شخص تغییر شکل داده که توی آموزش‌های قبلی در موردش زیاد توضیح دادم. اینجا شما باز هم دچار دوگانگی میشید. با خودتون میگید چی فکر کردم چی شد، و یواش یواش از بودن کنارش دچار احساس خستگی و دلزدگی و تنش و غم و غصه میشید. دوستان، توی این اتفاق هم در نهایت منطق شما غالب میشه و شما به صورت کامل از این شخص میبرید. هر دوی این دلایلی که عرض کردم یه زنگ خطره براتون. میدونین چرا؟ به این دلیل که وقتی توی دوران آشنایی و نامزدی که ارتباطها خیلی کمتر از زندگی واقعی هست، زیاد حوصله طرفتون رو ندارید، چطوری زمانی که قراره با هم ازدواج کنید و 24 ساعته در ارتباط هستید میخواین تحملش کنید؟ اگر دوچار این احساسات متناقض شدین، حتما ببینید که حرف منطقتون چیه. چرا نصف شما دوستش داره و نصف دیگه‌تون بدش میاد؟ دوستان دقت کنید، میخوام جمله آخر رو بگم خدمتتون. اگر با این آدم ازدواج کردید، حتما از یک روانشناس برای بهتر شدن رابطتون کمک بگیرید. و اگر هنوز در زمان آشنایی هستید، نکنه فکر کنید که حالا ازدواج میکنم این احساسات زد و نقیض درست میشه و بعد ازدواج میکنم و کامل عاشقش میشم. هیچ وقت چنین اشتباهی رو نکنید و حتما به دنبال رفع این دودلی قبل از ازدواج باشین. زمانی که دوچار این وسوسه میشید، دیگه حرفای من با این جزئیات یادتون نمیمونه. پس حتما این آموزش رو ذخیره کنید، سیوش کنید و نگهش دارید و حتما بنویسید از روش. امیدوارم که این آموزش هم مفید بوده باشه. متشکرم.